چگونه که زنی که درباره حج مادرش میپرسد، حدیث در صحیح هست، پیامبر میگن مادرت از الله قرضدار است و اگر از یک انسان قرضدار میبود تو خواه نخواه اون قرض رو پرداخت میکردی. قرض الله که اولاتر است. برای همین عزیزان در نزد 4 مذهب چندین ساله قضا رو باید بخوانید، نه با توبه تمام نمی شود. هم قضاش رو میخوانید. در تفسیر امام قرطبی هم آمده است که از گناهایی که فقط توبه کفایه نیست، هم توبه میکنی هم قضایش رو انجام میدی. یکی قضای روزه است، یکی قضای نماز است، یا وقتی پول مردم رو گرفتی که با توبه نمی شود، هم توبه میکنی هم پولی او رو برده میدی. قضای الله یا قرض الله هم اولاتر است. یعنی باید تو بخونی. 10 ساله رو 15 ساله رو تقسیم کنان. در کتاب های امام مالک آمده است که اگر هیچ در یادم نگویی تقریبا حداقل تقریبا که چند سال نخوندی شمارش رو حساب میکنی و هر روز اگر دو تا قضای یک روزه یعنی 2 روزه قضا رو بخواند، انسان در 5 سال 10 سالش رو تمام میکند، در 10 سال 20 سالش رو. و اگر از دنیا رود هم او دیگر در نزد پروردگار که من در نیت بودم و در عمل بودم و عمر به من وفا نکرد، او با خود عذر دارد از اینکه به حضور بنشینیم پروا نکنیم که ما چندین ساله قضا داریم.